قاعده 96 به کتاب ها و صحائف ایمان داشته باشیم. به کتاب ها و صحائف ایمان داشته باشیم. طبعا یکی از اساسات عقیده همی است که ما و شما میگیم آمنت بالله و ملائکته و کتبه. پس وقتی که آمنت بالله گفتیم و ملائکه و کتبه، یکی از اساسات ایمان که هست چی است؟ کتاب های آسمانی و صحائف است که اینا چون در قرآن ثابت شدن و در احادیث ثابت شدن، بناهن چی است؟ ایمان داشتن به اینا یکی از اساسات اعتقادی می باشه و انکار از اینا سبب کفر انسان میشه. ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکند که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد. از رسول الله صلی الله علیه و سوال شد که الله چند کتاب فرستاده هست؟ از او پرسان کردند که الله چند کتاب فرستاده؟ رسول الله صلی الله علیه و گفت که 104 کتاب. 10 صحیفه بر آدم علیه السلام، 50 صحیفه بر شیس علیه السلام، 30 صحیفه بر ادریس علیه السلام، 10 صحیفه بر ابراهیم علیه السلام و تورات و انجیل و زبور و فرقان که ما شما نمیفهمیم که تورات به موسی علیه السلام است، انجیل به داوود علیه السلام، انجیل به عیسی علیه السلام، زبور به داوود علیه السلام و فرقان یا قرآن عظیم شان به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. پس ما به تمامی از اینا که در قرآن و سنت ثابت است ایمان داریم. یعنی امو کتاب هایی که برای ما به شکل اجمالی بیان شده و مثلا بعضی صحیفه ها است که ما هیچ رو ندیدیم، پس به این صحیفه ها به شکل اجمالی به کلش ایمان داریم و همچنان به این صحیفه ها به شکل تفصیلی هم ایمان داریم.